زبان فارسی در 29 کشور جهان صحبت میشه که در ردیف ششم بعد از زبان اسپانیایی و قبل از زبان آلمانی از نظر تعداد کشورهایی که در اون زبان فارسی استفاده میشه رده‌بندی شده. زبان فارسی دومین زبان کلاسیک جهان بعد از زبان یونانی شناخته شده و همه ویژگی‌های یک زبان کلاسیک رو داره. زبان‌های لاتین و سانسکریت در ردیف‌های سوم و چهارم قرار دارند. زبان فارسی از نظر تنوع مثل و ضرب المثل بین 3 کشور اول دنیاست. زبان فارسی از نظر دامنه و تنوع واژه‌ها یکی از پرمایه‌ترین و بزرگترین زبان‌های دنیاست. در کمتر زبانی فرهنگ لغاتی مثل لغتنامه 18 جلدی دهخدا و یا فرهنگ معین در 6 جلد دیده میشه. زبان فارسی توانایی ساختن 225 میلیون واژه رو داره که در میان زبان‌های گیتی بی همتاست. زبان فارسی 11مین زبان پرکاربرد در محتوای وب و اینترنته. زبان فارسی از لحاظ قدمت 1 سده از لاتین و 12 سده از انگلیسی جلوتره. از 10 شاعر برتر جهان 5 نفر از اونها فارسی زبانند. آخرین نکته هم اینه که زبان فارسی تنها زبانیه که میشه 19 تا فعل رو کنار هم گفت و جمله یک معنی درست و حسابی داشته باشه. مثلا داشتم میرفتم دیدم گرفته نشسته. گفتم بذار بپرسم ببینم میاد نمیاد. دیدم میگه نمیخوام بیام، میخوام برم بگیرم بخوابم. کسی اینو اگه بخواد ترجمه بکنه ربات صلیبی مغزش پاره میشه. قدر زبان فارسی رو با درست فارسی صحبت کردن و یاد دادن درست به بچه هامون و املای صحیح لغات بدونیم و اون رو گرامی بداریم و برای آگاهی از جایگاه والا و اهمیت اون اطلاع رسانی کنیم.